بود آیا که در میکده ها بگشایند، گره از کار فرو بسته ما بگشایند. سلام. قبل از ادامه این غزل توضیح دو سه تا نکته شاید بد نباشه. یکی همین اول بود آیا، دعا میکنه بود آیا که در میکده ها بگشایند. خدایا میشه اینطور بشه؟ نکته بعدی دختر رز، نامه تعزیت دختر رز برخوانید. دختر رز اشاره است به می انگور. گیسو بریدن، گیسوی چنگ ببرید، گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب. گیسو بریدن در فرهنگ بعضی از اقوام ایرانی نشانه عزاداری است. یعنی وقتی یه خانمی عزاداری عزیزی رو میکنه، عزاداری میخواد بکنه، به نشانه عزاداری موهاشو میبره. اینجا یه گیسوی چنگ ببرید، مثل همون خانمی که گیسوشو میبرد به نشانه عزاداری. اینجا ساز چنگ رو میگه زها یا سیماشو ببرید. چرا ببرید؟ به مرگ می ناب. گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب. حالا توجه بفرمایید به ادامه، یعنی به خود غزل. بود آیا که در میکده ها بگشایند، بود آیا که در میکده ها بگشایند، گره از کار فرو بسته ما بگشایند. اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند. اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند، دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند. به صفای دل رندان صبوحی زدگان، بس در بسته به مفتاح دعا بگشایند. نامه تعزیت دختر رز بنویسید. نامه تعزیت دختر رز بنویسید، تا حریفان همه خون از مژه ها بگشایند. گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب. گیسوی چنگ ببرید به مرگ می ناب، تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند. تا همه مغبچگان زلف دوتا بگشایند. در میخانه ببستند خدایا مپسند. در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بگشایند. در میخانه ببستند خدایا مپسند، که در خانه تزویر و ریا بگشایند. حافظ این خرقه که داری تو ببینی فردا، که چه زنار ز زیرش به دغا بگشایند. پایدار باشید.